اعترافات شب زفاف باور نکردنی است. ثریا اسفندیاری در کتاب خاطرات خود کاخ تنهایی از شبی خاص سخن میگوید که سرنوشتش را برای همیشه تغییر داد. شب ازدواجش با محمد رضا شاه شبی پر از استرس و عشق و هیجان بود. ثریا از شبی میگوید که گویی در رویا به سر میبرده. ملکه زیبای ایران در مورد شب زفاف گفته بود و اتفاق خاص و عجیبی که در اون شب افتاده. برای شنیدن این روایت خاص و جذاب ملکه ایران تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. ثریا در کتاب کاخ تنهایی اینطور روایت می کند: در 12 فوریه عروسی کردیم و تا شب 13 جشن همچنان ادامه داشت. 7 سال بعد که شاه ایران من را از زندگیش بیرون کرد، باز روز 13 فوریه یعنی 24 بهمن بود که برای همیشه ایران را ترک کردم. ارقام گاهی دردآورند و از این بابت نباید تعجب کرد. چند ساعت به جشن نامزدی مانده بود که متوجه شدم لباس مناسبی برای این مراسم نخریدم. اگرچه پیراهن زیبایی رو از پاریس خریده بودم، اما کاملا بدون آستین بود و فکرش رو هم نمی کردم که ملکه آینده ایران در مراسم نامزدیش با پادشاه با دستانی کاملا برهنه ظاهر بشه. در گیرودار درست کردن لباسم بودم که شاه شمس به دادم رسید و نجاتم داد. یک خیاط ماهر رو که گویی بهترین خیاط تهران بود رو برایم آورد و او هم قبول کرد که آن پیراهن رو به یک لباس رسمی آستیندار تبدیل کند. پیراهن رو برد و چند ساعت بعد با لباسی عجیب برگشت. آستین‌های گشادی برای اون دوخته بود که زیبا نبود، اما پوشیدم. کاخ مرمر، تالار آینه، محل شروع خوشبختی من در کنار محمد رضا شاه بود. برای زندگی که تا آخر عمر در ذهنم مرور می کردم. وقتی که ارکستر موزیک والس می نواخت، با هم رقصیدیم. دستهایمان در یکدیگر فشرده می شدن و من رویایی رو می دیدم که حالا به واقعیت تبدیل شده بود. مراسم نامزدی 6 دی ماه 1329 برگزار شد و قرار بود مراسم عروسیم خیلی زود برگزار شود. ولی من ملکه پادشاه ایران ناگهان دچار بیماری شدیدی شدم و روز به روز حالم بدتر می شد. همین باعث شد مراسم عروسی به عقب بیفتد. در تهران برف می بارید و زمین پوشیده از برف شده بود. دانه‌های ظریف برف گویی در نشستن روی شاخه‌های چنار تردید داشتند. چنین سرمایی رو سالهاست شهر به یاد ندارد. ثریا میگوید من در پیراهن کلفتی که پارچه‌اش از تور و زری سفید بود میلرزیدم، ولی روحم را آرام و بدون تنش احساس میکردم. 12 فوریه یعنی 23 بهمن عروسی کردیم. روزی رویایی و زیبا که منتظرش بودیم. دکتر ایادی، دکتر دربار، یک لیوان آب به همراه 2 قرص برای من آورد و گفت اینها رو بخور. قرص ها ضربان قلبت رو منظم می کنن. یک شیشه کوچک نمک هم به من داد و در جیبم گذاشتم و سفارش کرد اگر ناراحتی احساس کردید آن را بخورید. زیر والون های دامنم پاهایم را می بینم که جوراب های پشمی سفید آنها را پوشانده. خنده‌ام می گیرد. این هم یک پیشبینی احتیاطی دکتر ایادی است که به من گفت شما آن مرغک نازک نارنجی هستید که باید خودتان را گرم نگه دارید. من هم پذیرفتم که مرغک جوراب پشمی پوش باشم تا بتوانم در یک قصه پریان زندگی کنم. در این ساعات آخر صبح به راستی در رویایی از سحر و شکوه شناور بودم. کمتر از 3 ساعت دیگر همسر محمد رضا خواهم بود و هیجان من بیشتر می شد. دنباله پیراهنم مزین به هزاران الماس مصنوعی بود که سلیقه پرنسس شمس بود. زمانی که من در بستر بیماری بودم فقط عکس‌هایی از این لباس رو به من نشان دادن و من هم پسندیدم. روی سرم یک نیم تاج قرار می گرفت. بازوبندهای جواهر نشان و گردنبندی زرین و زمردین، اینها همه جواهراتی ارزشمند و واقعی بودند که از خزائن سلطنتی به امانت گرفته شده بودند و بعد از عروسی باید به آن صندوق برمیگرداندیم. در حالی که ندیمه ها به آرایش چهره و مو و
اندام من مشغول هستند، زنگ تلفن پشت از سر هم صدا می کند. از کاخند. از آن سوی خط می پرسند چه کسی به همراه عروس می آید. پرنسس شمس در میان جمعیت فریاد می کشد این افتخار برای من است. من خواهر بزرگ دامادم. تمام این تشریفات برای من بی‌تفاوت بود و فکرش را هم نمی کردم. چون به قول مادرم طفلی بیش نبودم. یک لیموزین زیبا در برابر ویلا توقف کرد. شیشه های ماشین بخار کرده بود و هوا خیلی سرد بود. مادرم آرام گفت ثریا آماده ای؟ گفتم بله حاضرم. حاضر. برای رو در روی با یک روز بسیار با شکوه و شلوغ اما زیبا، با همه امید به آیندهش. در هنگام پایین آمدن از پله ها دنباله لباسم کمی مشکل ساز شد، اما ندیمه ها موفق شدن آن را بلند کنند و به سختی در اتومبیل جا بدهند. عجیب است این چیزهایی که از آن هنگام در خاطرم باقی مانده. اسب‌ها سم‌هایشان برف‌ها را بر هم می‌زنند، درختان سرو، صدای زین و برگ و رکاب‌ها. موقع پیاده شدن از اتومبیل سعی می‌کردم کسی جوراب‌های پشمیم را نبیند. احساس می‌کردم طبیعی نمی‌توانم راه بروم. مثل گرگ ماده‌ای شدم و نگاهم مانند یک ماده گرگ است. آرام با هوشیاری راه می‌روم. توصیه‌های شاهد شمس را سعی می‌کنم گوش بدهم. او به من گفته بود شانه‌هایت نباید بیفتد و نگاهت باید به روبرو باشد. زمین را نگاه نکن. باید مثل یک ملکه مغرور و سربلند راه بروی. مگر نه اینکه یک بختیاری هستی؟ تالار با گل‌های زیبایی از ارکیده و شاخه‌های درخت و شاخه‌های پر گل و گیلاس تزیین شده بود. بوی خوش گل‌ها مرا گیج کرده بود. پیراهنم بسیار سنگین بود و هنوز مراسم شروع نشده بود. من واقعا خسته بودم. در دو طرف پله حصاری از صف سربازان گارد شاهی به حالت خبردار دیده می شدند. محمد رضا جلو می آید. یونیفرمی تیره با سرشانه‌های طلا و نقره پوشیده است. با یراق‌های درخشان زیبا. دستم را عاشقانه و با عشق و علاقه می گیرد و به سوی کاناپه می برد. محمد رضا در همان آغاز مراسم کاسه بزرگ کریستالی پر از نبات را به سویم تعارف کرد که نمادی است از شیرینی زندگی. ملکه مادر بالای سرم قند می‌سابید و میگوید وصلتتان شیرین باد. سر و صدای فلش‌های دوربین عکاسان بلند است، اما سعی می‌کنم آرام باشم. لبخند بزنم. با وجود ضعف و خستگی زیاد اما در دلم خوشحالم و بسیار به خوشبختی و سعادت در آینده امیدوارم. روبروی آینه سفره عقد نشستم و باید کلام مقدسی که من را با محمد رضا پیوند می‌دهد خوانده شود. جزئیاتی که از این عروسی سالهای سال در ذهنم نقش بسته واقعا عجیب است. جوری جزئیات را مرور می‌کنم که گویا می‌خواهم پایان تلخ و غم‌انگیزش را به تأخیر بیاندازم. در آن سکوت زیبا خطبه عقد که به زبان عربی است خوانده می‌شود. از شدت هیجان کمی سرگیجه دارم. آیا ایشان را به شوهری قبول دارید؟ بدون تأمل و اما با تمایل گفتم بله. برای تأمین خوشبختی خودم هم شده نمی‌توانستم برای بله گفتن صبر کنم. حالا من بله را گفتم و ما دیگر زن و شوهر شدیم. سعی می‌کنم آرام باشم. حالا باید به تالار بزرگی برویم و هیئت دیپلمات‌های خارجی که با حضورشان ما را مفتخر کردن ببینیم. تبریک‌ها، دست دادن‌ها و تشکر کردن‌ها. پاهایم از کشیدن این لباس سنگین واقعاً عاجز ماندند. گاهی احساس می‌کنم چشمانم سیاهی می‌رود و نفسم تنگ می‌شود. محمد رضا که متوجه به همخوردگی حالم می‌شود، مرا به اتاقی می‌برد و دکتر عیادی هم به آنجا می‌آید و می‌گوید ضعف ایشان زیاد است. روی یک تخت دراز می‌کشم. محمد رضا به ندیمه ها می‌گوید شاید بشود دنباله پیراهنش را کمی کوتاه کرد. ندیمه قیچی به دست شد و کمی از دنباله پیراهنم رو چید. کلی تور و پارچه از لباس جدا شد. محمد رضا کلمات شیرین و عاشقانه را در هنگام انجام مراسم در گوشم زمزمه می‌کرد و من سعی می‌کردم که چشمانم در چشمانش نیفتد و
گویی خجالت میکشیدم. از 10 متر دامن نجات پیدا کردم و سبک شدم. شاید هم این حرفهای در گوشی شوهرم بود که این احساس سبک شدن رو به من بخشیده بود. شوهرم. برای اولین بار احساس کردم شوهر دارم و اینکه متعلق به مردی بزرگ هستم واقعا احساس خوشبختی میکنم. مراسم با ضیافت شام در کاخ مقر سابق شاهان قاجار ادامه داشت. آنجا که تخت طاووس قرار دارد و شاهان قاجار و رضاشاه روی آن تاجگذاری کردند. در آن روز همه زیبایی‌های کاخ گلستان پوشیده از برفی زیبا بود و حوض‌هایش را یخ یک تکه گرفته بود. شاخه درختانش را قندیل‌های یخ تزیین کرده بودند. در روز 12 فوریه من در یک فضای مه‌آلود بی انتها غوطه‌ور هستم. گرچه در تمام مراسم عروسی حضور دارم اما گویی در رویا هستم. نمیتوانم این مردم و این شکوه و این جشن عظیم را بفهمم. احساس میکنم آلیس هستم در سرزمین عجایب. شاید هم در سرزمین 1001 شب. بیش از 2000 نفر برای عروسی ما آمدن رو من باید با همه دست بدهم و تشکر کنم. جمعیتی که در برابر ورود من و محمد رضا مثل امواج دریا عقب می رفتن تا راه برای عبور ما باز شود. محمد رضا چندین بار دستم را می فشارد و در گوشم زمزمه می کند. یادم است که او به من گفت شما از امروز ملکه ملت 20 میلیون ایرانی هستید. لبخندی زدم و چشمانم برق می زد. بسیار خستم و سرم گیج می رود. اما می خواهم امشب در کنار شوهرم به خواب بروم و زن او باشم. در اتاقم را می کوبند. ندیمه است که یک پیراهن خواب یقه بلند با آستین‌های بلند را برایم آورده. بسیار زشت است. آن را نمی پوشم و برهنگی کامل را ترجیح می دهم. شب زفاف آیا بیان کردنی است؟ شب رویایی و هیجان انگیزی است. آن هم کنار شاه ایران و این منم که حالا شده ملکه ایران و از این بابت برق در چشمانم موج می زند. لبخندی خوشایند بر لبانم می نشیند. فکر کردن به آغوش محمد رضا و آن شب خوش بعد از گذشت این همه سال هنوز هم مرا به وجد می آورد و خوشحالم می کند. ای کاش هیچ وقت آن شب تمام نمی شد. ای کاش زمان می ایستاد و من در آن شب متوقف می شدم. این بود خاطرات بانو ثریا اسفندیاری که از زبان خود ایشان روایت کردیم. ممنون میشم نظرات زیبای خودتون رو راجع به این شب خاص ملکه زیبای ما بیان کنید و کانال ما رو حمایت کنید.